تهران در قلب مسکو برای اهل سنت اجازه است. رئیس جمهوری روسیه او را افتتاح میکند، مسجد جامع را افتتاح میکند. در قلب واشنگتن در قصر سفید، در پالوی قصر سفید اجازه است. چطور جمهوری اسلامی هستی که برای برادران اهل سنت خود اجازه نمیده که در شهر تهران مسجدی داشته باشند، مسجد جامع؟ این یک سوال است. داشتن، یعنی عکس العمل داشتن، جواب داشتن، ولی او جواب کافی نیست. پس مسئولیت ما چیست؟ بسیار جای تأسف است. این کابل قلب افغانستان است. این پایتخت دوست داشتنی افغان هاست. الحمدلله. بیا بگرد ببین، در یک طرف مسجد اهل تشیع و دیگر طرف مسجد اهل تسنن. در هر جای کابل برادرای اهل تشیع ما بخواهند که مساجد تکایه بسازند، هیچ کس مزاحمت نمی کنند. پس چرا از خدا نمی ترسیم؟ به تعصب خود زیر نام جمهوری اسلامی ایران که من ایره در یک رسانه‌ها گفتم، جناب سفیر صاحب جمهوری اسلامی ایران گفت آقای دکتر شما یک کمکی وارد این موضوع تحقیق میکردین. من گفتم تحقیق از تحقیق 15 سال میشود. 15 سال افغانه هایی که در اوجا هستن از طریق تلویزیونی ملی همیشه به تماس میباشند که آیا ما در امو جای کاری خود میتونیم که نماز جمعه بگم در مساجد بریم؟ میگه با مساجد اجازه نیست. برای اهل سنت مسجد جامع در تهران نیست. این مسئله خدا ناخواسته تعصب نیست. با میکروسکوپ دم تعصب پیدا کردن نمیتونی، ولی قابل تحمل نیست. برای 1 میلیارد بیشتر از 300 400 500 میلیون مسلمان اهل سنت که با او اجازه داده نشود که در تهران در قلب مسکو برای اهل سنت اجازه است. رئیس جمهوری روسیه او را افتتاح میکند، مسجد جامع را افتتاح میکند. در قلب واشنگتن در قصر سفید، در پالوی قصر سفید اجازه است. چطور جمهوری اسلامی هستی که برای برادران اهل سنت خود اجازه نمیده که در شهر تهران مسجدی داشته باشند، مسجد جامع؟ این یک سوال است. این یک سوال است. سوالی من نه، سوال سنی های افغانستان نه، سوال سنی های تمام کره زمین. اگر امسال در پایتخت جمهوری اسلامی ایران که کشور همسایه، دوست، برادر، همدین، هم فرهنگ ماست، اگر اجازه داده شود که مسجد جامع تأسیس شود، برای همه مسلمان های اهل سنت قناعت فراهم خواهد شد انشاءالله. ما دیگه اعتراض نداریم. در غیر از او اگر این قیود استمرار پیدا بکند، فکر باشد که شاید عوارض ناگوار و وخیمی را به قبال داشته باشد. اونجا باز ما دیگه فریب نمیخوریم که ما همگی برادرای برادری مسلمان هستیم. خب این اجازه بده که نمازش مطابق مذهبش بخواند. 4 سنت و مذهب جعفری، مثل ما امام جعفر صادق نه تنها امام شماست، امام من است، استاد امام من است، استاد امام اعظم ابو حنیفه است. ولی نباید تو اینجا تفریقه بیاری که برای اهل سنت در شهر تهران در پایتخت اجازه تأسیس مساجد برای نماز جمعه نیست. پس باید این تجدید نظر بکنی. برادران محترم، جناب رئیس جمهور، جناب خامنه‌ای صاحب، بزرگوار ما، همسایه واقعا محترم ما، هیچ چیز قابلی برداشت و تحمل نیست. فکر باشه که با اگر خدا نخواسته دارد، ما نمیخوایم هیچ نوع تشنج در افغانستان
تشیع و تسنن برادروار زندگی کردن. به هیچ وجه اجازه اختلاف و تفرق ما نمیدیم و هیچ وقت الحمدلله وجود ندارد. ولی تو این اقدام ناجوان مردانه باعث می شود که در اینجا هم اهل سنت مایوس شوند. در جهان سنی های جهان حتما سوال پیشان مطرح می شود که چرا سنی های ایران اجازه داده نمی شود که در پایتخت یا در شهرها مساجد جامع داشته باشند. یک سوال